سلام، خوش آمدین. من تورای مرزایی هستم. من از طریق این چینل یوتیوب یکی از بهترین تجربه خودم را با شما به اشتراک میذارم. من من واقعا به این نتیجه رسیدم که زندگی ما میتونه تغییر کنه اگر ما یاد بگیریم چیزهایی را که تا هنوز یاد نداریم، ازش آگاه نیستیم. شما فرض کنین من چند وقت پیش از یک چیزی آگاه شدم که قبلا اصلا نمیدونستم همچین چیزی وجود دارن. برای شخصی که کار میکردم در تدریس زبان انگلیسی و من پیشنهاد داد که برم اینجا یک کلاس رو درس بدم و پولی خیلی زیادی پیشنهاد داد به من با خودم فکر کردم، گفتم اگر این قدر پول به من بدن حتما خودش چقدر میگیره اینجا. و متوجه شدم که ایشان در یک نیم ساعت یا 2 ساعت 450 یورو پول میگرفتن از اونجا. خب من از این آگاه شدم که وقتی ایشان این کار را میتونه من هم میتونم. و الان ما تمرکزم تغییر کرده، من روی چیزای دیگر فکر میکنم و تمرکز میکنم. من چون از این چیز آگاه شدم، یک از دلیلای خوبی ایزی که ما بیشتر آگاه بشیم این است که مثلا فرض کن من آگاه شدم که اون شخص داره این کار میکنم، من تنها از این آگاه نشدم که یک نفر هستن که این کار رو میکنم، بلکه از این هم آگاه شدم که این کار شدنی هست. چرا؟ به خاطری که یکی داره انجام میدن. این خیلی یک چیز مهمی است. ما باید سعی کنیم بیشتر آگاه بشیم. وقتی یک نفر یک کار را انجام دادن یا انجام میدن، این دیگه چیزی است که ثابت شدن دیگه. ما نیاز نیست که اون دوباره ثابتش کنیم و ما از این هم آگاه میشیم که این یک کار شدنی هست، چون آدم ها داره انجامش میدن. وقتی اونا تونسته انجامش بدن ما هم میتونیم.